سلام، خوش اومدید به ویدیو جدید من. امروز اومدیم اتو ایرج ماشین KMC K7 رو بررسی کنیم، ببینیم که آیا ماشین ارزش خرید داره یا نداره. جلو پنجره جذابش رو میبینیم، چراغای کشیده و باریکش و البته چراغ اصلی پایین کار شده. آرم KMC رو اینجا میبینیم، درزای کاپوتی کوچولو زیادن اما بازم خیلی خوبه. بریم داخل و سراغ نمای بغل ماشین. خب میرسیم سراغ نمای بغل این ماشین. خطوطی می‌بینیم که روی در کار شده، روی درا کار شده. رینگای جذاب این ماشین رو می‌بینیم، دستگیرها بالا کروم کار شده، پایینا سفید. و بریم سراغ نمای عقب این ماشین. خب تو نمای عقب این ماشین چراغ یک پارچه رو می‌بینیم، باز هم آرم KMC که اینجاست. خروجی اگزوزا فیک هستن، 4 تا سنسور تو عقب ماشین کار شده. بریم سراغ صندوقش. صندوق برقی این ماشین رو می‌بینیم که ابعاد خیلی خوبی داخل صندوقش داره. یه دونه از این هم داره که برای مخفی کردن صندوقه. و بریم سراغ داخل ماشین. خب برسیم سراغ رودریای ماشین. اینجا تماما صاف کار شده و چرم مصنوعی. همینطور اینجا همینطور کلهم در صاف، اما این پایینا پلاستیک خشک رو داریم. دستگیره در که کیفیتش ببخشید همین دستگیره قفل باز کردن درها که خیلی خوبه. دکمه قفل باز کردن درها بازم خیلی کیفیتش خوبه. همینطور اینجا هم صافتاش کار شده. اینجا هم یه نوار کروم رو داریم و بریم سراغ داخل ماشین. اول اصلا با صندلی شروع کنیم. مموری سیت داره این ماشین و تنظیم برقی صندلی ها رو داریم و بریم توی ماشین. خب وقتی که میشینیم داخل این ماشین کیفیت رو کاملا احساس میکنیم. فرمان برقی این ماشین خیلی نرمه، با انگشت کوچیک هم میشه تکونش داد. و داشبورد باز هم صافتاش. واقعا کیفیت این ماشین خیلی بالاست، از اون چیزی که من انتظار داشتم خیلی بالاتره. فکر می‌کردم خیلی ماشین پایین باشه، در درجه کیفیتش پایین باشه. کلاسر این ماشین که یه کلاسر دیجیتاله و کیفیتش واقعا خیلی خوبه. اینجا یه صفحه نمایشگر بزرگ رو میبینیم که واقعا آدم لذت میبره. سرعت خوبی هم داره. این ماشین صندلی گرم کن و سرد کن رو داره و صندلی راننده ماساژور داره. اینجا تنظیمات مربوط به کولرشه، میتونید هر شخص برای خودش روشن کنه، خاموش کنید. اینجا دنده برقی این ماشین رو میبینیم که واقعا خیلی خوش‌دست، خفن کار شده. اینجا ترمز پارک برقی اتو هولد رو داریم، 2 تا کاپ هولدر که چفت و بندم داره. اینجا هم یه جای ریموت رو داریم، اینجا به این صورت بسته میشه. اینجا جا برای گوشی رو داریم. اینجا باز هم مربوط به تنظیمات کولر این ماشین هستش. اینجاها یه طرح چوب کار شده که باز هم کیفیت خوبی داره. اینجا دکمه استاپ استارت این ماشین رو داریم. اینجاها تماما صافتاچه، درش کولرها اینجا قرار داره. و اینجا هم یه پنل لمسی رو داریم. برای فضای داشبورد یه فضای مناسبیه. باز هم اینجا صافتاچ. کیفیت چرمش واقعا چرم خیلی خوبیه. کنسول وسط کول باکس نداره اما فضای مناسبی هم داره، برای ماشین خوبه. یه سانروف پانوراما داریم. اینجا پنل، اینجا یه دونه جاینکی داریم و چراغ‌ها رو داریم. برای باز کردن سانروف این دکمه استفاده میکنید و میتونید ببندید اینو. و سانروف این ماشین هم به این خوبی. آفتابگیرا یا سایبون ها هم اینجا چراغ داره و آینه داره. و برای راننده هم همینطور، اما برای راننده چراغ دیگه نداره. خب این بودن نمای جلوی ماشین. تازه
اینم بگم که دسته برفاکنا کیفیت خوبی داره، اینو یادم رفت بهتون بگم. آینه الکتروکرومیک هم داریم که تو شب اگه ماشین عقبی به شما نور بزنه و نور اذیت کنه خودش تیره میشه تا چشم شما اذیت نشه. خب بریم سراغ نمای عقب این ماشین. خب میرسیم سراغ نمای عقبش. باز هم اینجاها سافت تاچ کار شده، همینطور اینجاها، اما پایین پلاستیک خشکه و کیفیت در دقیقا همون جلوه. بریم سراغ عقب این ماشین. خب در ضمن یادم رفت اسپیکرهای ماشین اینفینیتی هستش. باز کیفیت چرم خیلی خوبه. صندلی جوری که بر خودم تنظیم کردم، باز هم خیلی راحت تنظیم کردم که کامل صندلی اومد عقب. الان میبینید که جاپای خیلی خوبی داریم. اینجا یه دونه یو اس بی رو میبینیم که میتونید استفاده کنید. اینجا هم یه جایی رو داریم. کیفیت چرمش واقعا کیفیت چرم خوبیه، به نظرم دوامش خوبه. به نظرم از میشه گفت مثل فردای تی 5 که بررسی اونم میگیریم، از تیگو 8 پرو مکس که کیفیت چرمش معلومه پایین تره، اما باز هم ماشین خیلی خوبیه. اینجا دستگیره رو داریم، چراغ سقف اینجاست، اما ای کاش کریستالی بود، مثل این روشن سری روشن نمیشد. خب در کل به نظر من این ماشین خوبیه و بریم جلو جنبندی این ماشین رو ببین. خب این ماشین الان حدود 27000 تا کاره، 1750 قیمتشه، بدون رنگ، تمام موتور گیربکس سالمه، میتونید بید از اوتو ایراژ بخرید. این ماشین الان از نظر من واقعا کیفیتش خوبه، فرمونش کیفیت خیلی خوبی داره. اینجا بسته است، باز نیست. موتور این ماشین 1.5 تی جی دی آی که 171 اسب بخار و 251 نیوتن متر گشت و بر رو تولید میکنه به چرخهای جلو. و این ماشین هم کروز کنترل داره، کروز کنترل تطبیقی نداره که اگه ماشین جلو ترمز کرد ماشین شما ترمز کنه. این ماشین اتو پارک رو نداره، اما مهمترین آپشنی که این ماشین داره ماساژور راننده هستش. این ماشین در کل ماشین خانوادگی میتونه باشه، ماشین شهری هم هستش، ماشین تقریبا میشه گفت سایز بزرگه، یک کوچولو از بی ام و X4 که بررسی کردیم بزرگتره. وقتی از این نما نگاه میکنید کاپوت برآمده رو میبینید که حس قدرت رو به شما میده. این بوده از KMC K7، یه ماشین عالی برای شهر، خانواده و مسافرت ها. درسته یه سری خرابی ها هم که گفتن ایجاد شده برای گیربکسش، اما من نمیدونم. در واقع اگه میخواید بخرید حتما قبلش تحقیق کنید در مورد موتور گیربکسش و ممنون میشم که لایک و کامنت و ساب کنید. من آرش ایکی ام و اینجا چنل منه. اینجا چنلی هستش که تمام ماشینا رو بررسی میکنیم و به زودی تست و بررسی ماشین هم که میذاریم، آموزش ساخت وسایل مختلف هم میذاریم. خداحافظ.